اگر شما هم فرزند نوجوانی دارید، احتمالاً بارها از خودتون پرسیدین چطور با نوجوانم رفتار کنم؟ این پرسش فقط یک دغدغه ساده نیست. اغلب نشونه از سردرگمی، نگرانی و نیاز به تغییره. نیاز به رابطه سالمتر، امن‌تر و مؤثرتر با فرزندانمون. در دنیای امروزی نوجوان‌ها با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو هستند. از تأثیرات فضای مجازی گرفته تا روابط عاطفی، رفتارهای پرخطر، پرخاشگری، افسردگی، احساس تنهایی، بحران‌های هویتی و بسیاری از مشکلات خلقی و رفتاری دیگر. والدین هم در این شرایط به آگاهی و ابزارهای درست برای همراهی مؤثر با فرزندانشون نیاز دارند. واقعیت اینه که ما قرار نیست همه چیز را از قبل بلد باشیم، اما میتونیم یاد بگیریم و همین تصمیم به یادگیری یعنی برداشتن اولین گام در مسیر تغییر. سلام، من خدیجه زاره هستم، روانشناس و مشاور نوجوانان. در این کانال آموزشی تلاش میکنم با استفاده از منابع علمی معتبر و تجربیات بالینی والدین رو با اصول نوین فرزندپروری و شیوه‌های مؤثر ارتباط با نوجوانان آشنا کنم. تمامی محتواهای این کانال آموزشی بر پایه مقالات علمی پژوهشی و تحقیقات معتبر تهیه شده با تمرکز بر شیوه‌های نوین فرزندپروری، آموزش مداخلات رفتاری مؤثر و مثبت به والدین، پیشگیری از تنش‌ها و بحران‌های رایج در دوران نوجوانی و در نهایت کمک به ایجاد رابطه‌ای امن همراه با اعتماد و احترام متقابل. اگر شما هم به دنبال یادگیری و رشد در مسیر فرزندپروری هستید، دعوتتون میکنم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگ اطلاع رسانی رو فعال کنید. و برای نشر آگاهی لطفاً این کانال رو با دوستان و والدین دیگه به اشتراک بذارید تا در کنار هم تجربه‌ای آرامتر، آگاهانه‌تر و اثربخشتر از والد بودن در دوران نوجوانی داشته باشید. قدردان حضور ارزشمندتون هستم.